نوکی گوشتین جودو در میان هر دو هم بسیار سهلنگاری بود و اکنون حق به حقدار رسید و پهلوان برزیلی به مرحله بعدی برآمد. آرزوهای دیرینه مردم تاجیکستان البته سال تا سال عملی می شوند. این هم از نتیجه های بهتر، از موفقیت های ورزشگران ما منشأ می گیرد. چهره شناخته جودوی تاجیکستان عضو منتخب مملکت کامرانشاه اوستاپریان را ما حالا در میدان میبینیم. کامرانشاه اوستاپریان نتیجه هایش خیلی زیاد است. ما در اینجا شرح این موضوع رو اندک باز هم به دوری من بعد میگذاریم و پهلوان ما با خلعت سفید است. حریفش که با خلعت کبود هنرنمایی میکند. در پرتغال هم رقابت هر دو این پهلوان رو ما دیده بودیم. سزاوارانه کامرانشاه اوستاپریان مبارزه برد، هرچند که نتیجه دلخواه به دست نآورد، اما پرلتی هم یک چهره سرشناس، یک ورزشگری خیلی ممتاز و ماهر، چمپیون جهان، پهلوانی که هم مدال برنجی مسابقات قهرمانی جهان را دارد، در مسابقات گرند اسلم هم مدال طلا و نقره دارد. 86 رقابت سطحی با شکوه را انجام داده است و در پرتغال به مرحله نهایی راه یافت. بعدی ناکامی کامرانشاه و در مقابل رقیبش در فینال ناکام شد، جای دوم را گرفت پهلوان ایتالیایی و در شهر تاشکند برنده مدال طلای مسابقات گرند اسلم محسوب می‌یابد. حرکت کامرانشاه اکنون باری اول نیست که با این پهلوان هر دو این ورزشگر روبرو میشوند. 145 سبقت های سطحی با شکوه را انجام داده است پهلوان شهرتیار تاجیکستان. به کامرانشاه داورشی داد و در پرتغال ورزشگری ما در مسابقات گرند اسلم برنده مدال برنجی شد. در ابوظبی مسابقات گرند اسلم جای دوم مدال نقره را گرفت. در چمپیونات آسیا اقیانوسی اپریل 2021 مدال برنجی دارد و دستاوردهایش خیلی عالی و شایسته هستند. میان ستاره های سمبای سیاره هم اگر اشتباه نکنم سال 2013 در شهر تاشکند برنده مدال طلا، 3 مراتب جایزه طلای گرند پری دارد و دستاوردهایش هم خیلی عالی و نمایان و شایسته تحسین هست. در رده‌بندی هم جایش در مقام 11 است. پهلوان ما بسیار هم احتیاطکارانه مبارزه میبرد، چون که از بسیار تجربه غنی پهلوان ایتالیایی برخوردار است. والدین هر دو پهلوان هم مربی‌اند. این نکته هم مورد توجه باید باشد. هم پهلوان ایتالیایی و هم پهلوان سفیدپوشی قشنگ تاجیک کامرانشاه اوستاپریان. احتیاطکارانه اکنون ببینید که سمت حرکت رقیب را خیلی خوب میداند که به نیمه چپ بیشتر تلاش کردن لازم است یا از بالا داشتن یا از گریبان رقیب. نزدیک شدن باز اندک خوفی دیگر دارد برای کامرانشاه که در مقابل این ورزشگر چگونه در پرتغال ناکام شده بود و این وضعیت هم اندک دیگر ورزشگری ما رو جرأتش رو باز هم قوی تر میکند و شیدو باز هم اکنون ما سر این موضوع توجه نمی کنیم، سر این نکته که بسیار هم مهم است، مفید است برای خود کامرانشاه اوستاپریان که فشار را چنگ کند، چون که دو شیدو دارد و دقیقه آخرین مبارزه هر دو پهلوان، چون گفتیم در خصوص حالت داشتن که بسیار هم این مراتب کامرانشاه اکنون ای وضعیت رو باز هم به همان ترتیب دیگره که حلوگ رو از داخل چون به این حالت شروع کرد و بعدا هم صورت افزایی به سوی پیش و در این نیروسنجی هم ببینید که در دوام 2 هفته پهلوانان بار دوم با هم روبرو میشوند. قبلا هم کامرانشاه با این پهلوان در پرتغال واخورد و تأسف که در اینجا هم این حرکتی که تا به نقطه آخرین رفت پهلوان ما رو از نتیجه دلخواه محروم ساخت. و
ورزشگر گرجستانی با پهلوان